بسم الله الرحمن الرحیم. من دوست داشتم با زبان ساده با شما درد و دلی داشته باشم، اما اقتضای محدودیت وقت و فرصت ناچیزی که راجعه در اختیار بنده من رو بر این داشت که با تندخوانی از روی نوشته مانع از اطلاق وقت بشم. چرا ما باید در منشأ آذربایجان در سیستم اداری و دانشگاه به اعتبار اینکه زبان رسمی کشور فارسی است فارسی حرف بزنیم؟ حدود 100 سالی است که حرف ما مردم ترک ایران در رابطه با غیرقانونی بودن رسمیت زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی کشور است. همه ما می‌دانیم که رسمیت زبان فارسی از دستاوردهای حکومت طاغوت مثل چشم حجاب بود. رضا پالانی با زورگویی و ناعدالتی به صورت مستبدانه به این زبان رسمیت داد. اگر قرار است کشور تنها یک زبان رسمی داشته باشد، چرا هیچ یک از دولت‌های بعد انقلاب در تعیین زبان رسمی کشور از مردم همه‌پرسی نکردند و رأی نخواستند؟ چرا رفراندوم تعیین زبان رسمی کشور برگزار نشده است؟ چرا ما باید دستاورد غیرقانونی شخص فاسدی چون رضا پالانی را به رسمیت بشناسیم؟ اگر که تمام اقوام ایرانی حق رسمیت زبان خود را دارند، اول اینکه چرا ترکی زبان رسمی نیست و دوم اینکه چرا برای تعیین زبان ملی کشور همه‌پرسی نمی‌شود؟ رسمیت زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی کشور به ملت تحمیل شده است و الا تعیین نشده است. چرا که رسمیت آن طبق نتیجه آرای همه‌پرسی نبوده است؟ اینکه ما ملت حق خودمان را، حق تدریس و رسمیت زبان خودمان را بخواهیم نژاد پرستی نیست. این حق ماست، این قانون است. دولت ملزم به اجرای برنامه‌های حقوقی ماست. تعریف نژاد پرستی این است که اینکه ما بخواهیم به صورت مستبدانه و ناعادلانه و زورگویانه به نفع خودمان و نژادمان مانع از احقاق حقوق دیگر مردم شویم و به صورت خودخواهانه مانع از تدریس زبان مادری دیگر مردم کشور شویم، اسمش نژاد پرستی است. ما به هیچ کس اجازه اعمال زندگی شخصی خودش را در امورات کشور و آینده را نمی‌دهیم. رئیس جمهور چرا به جای اینکه قلب آذربایجان دریاچه ارومیه از آب پر شود، قلب راشتور عراش از بتون پر شد؟ به نقل از بیانات یکی از دوستان دانشجو، اگر دزدی از بیت‌المال و دست درازی‌ها به صندوق‌های ذخیره ملت نبود، شاید پول آن صرف مداوای ریزلی خازوی میشد که باز پیراهن خود را آتش داده و قطاری که روی ریل بی‌تدبیری در حال حرکت به سوی ناامیدی بود را متوقف سازد. تا چند نفر کشته و پیکرشان سوخته تشییع نشود. راستی شنیدیم که آقای وزیر هم گفتند که مسافران قطار بیمه بودند، جزای حسن جوانی نیست. جناب آقای روحانی، ما به مردم میگوییم که پول بیمه را به شما برگردانند و بنده از طرف مردم بابت جسارت وزیرتان قلم و کاغذ سفیدی را تقدیمتان میکنم که رویش حتما خجالت بکشید.